آقای دکتر مرسی از وقتی که ما دادید. موضوع دلایل سقوط دولت ملی یکی از مسائلیه که در همه این 70 سالی که میگذره از روی کار اومدن دولت دکتر مصدق محل سوال بوده. تو سوال اول اگر بخوام خلاصه دلایل رو دسته‌بندی بکنیم، دلایل سقوط دولت ملی رو شما چطور دسته‌بندیش می‌کنید؟ خب من عرض سلام دارم، ممنونم که شما به من وقت دادین که در خدمتتون باشم. من اگه به صورت خیلی کلی بخوام این عوامل سقوط رو دسته‌بندی کنم، دو دسته عامل رو میتونیم تو دو دسته کلی تقسیم بندیش کنیم. یکی عوامل داخلی، یکی عوامل خارجی. عوامل داخلی و خارجی بدون هم دیگه نمیتونستن دولت ملی آقای دکتر مصدق رو سرنگون کنن و این یه همکاری بود که انجام شد و منتهی به کودتای 28 مرداد 1332 شد و دولت ملی آقای دکتر مصدق سرنگون شد. موضوع اینجاست که عوامل داخلی رو ما میتونیم به عواملی که ریشه های استبدادی در کشور ما و در تاریخ ما همیشه مؤیدشون بودن و اونا رو بال پر بهشون دادن، از همونا نام ببریم. یکی سیستم استبداد اقتدارگرای سلطنتیه که همواره میخواست همه چی در ید قدرت خودش باشه، با این که مردم ما چند بار از زمانی که با مدرنیته، با جهان مدرن آشنا شدن تلاش کردن که خودشون رها کنن از این وضعیت استبدادی سیاسی، چه تو زمان مشروطه و چه بعد از اون. اما مرتباً این نظام استبدادی بازتولید شده و دلیل بازتولید این نظام استبدادی بعد از این تلاش هایی که تو خدمت شما عرض کنم 150 سال گذشته انجام شده، این خودش بحث مفصلی میطلبه. ولی مسلماً نظام سلطنت یکی از دشمنان اصلی دولت ملی بود. به علاوه ما میتونیم از یک نهاد دیگه نام ببریم، یعنی از تعبیری، تفسیری از یک نهاد دیگه. ما نهاد دین همواره تو این کشور یک نهاد کنترل کننده استبداد بوده و خدمت شما عرضم غیر از اون سیستمی که همیشه با دستگاه استبدادم کار میکرده، ولی همواره کنترل کننده نظام استبدادی هم بوده و همواره ملتجای مردم هم بوده. ما زمان قاجار هم نگاه میکنیم، غالبا در مقابل استبداد سلاطین قاجار، حکام قاجار، خیلی از مردم به دستگاه دین پناه میبردن برای اینکه بتونن به حقوق خودشون یا حداقلی از حقوق خودشون برسن. ولی میبینیم که تو این با تمام مغایرت هایی که وجود داره توی کودتای 28 مرداد، یه بخشی از تفسیر دینی که اون هم یک تفسیر استبداد زده است به کمک نظام سلطنت میاد برای اینکه یک دولت مردمی و یک دولت ملی رو سرنگون بکنه. عوامل خارجی هم اگه من بخوام اسم ببرم که به نظر من تأثیرشون حداقل تو تاریخ معاصر ما، یعنی از زمانی که قرارداد ترکمنچای قرارداد پاریس امضا شده و پای این دولت‌های خارجی تو مسائل داخلی ایران باز شده، همواره به نظر من قدرتشون بیشتر از عوامل داخلی بوده و همواره تونست عوامل داخلی وقتی به حالت احتضار هم میفته، عوامل داخلی ضد توسعه، اینا رو دوباره احیاشون بکنن، به اتاق احیاشون ببرن. این عوامل خارجی من اسمشو حالا بعضی میذارن امپریالیسم خارجی. خب تو تاریخ خوندیم انگلیس، روس، بعدها آمریکا. اما من میخوام تو این جلسه یک مقدار موضوع رو متفاوت نگاه کنم. من اسمشو میذارم مکانیزم نظام جهانی سرمایه که از اولین روزهای تلاش مردم ما برای دست یافتن به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی همواره یک عامل ضد توسعه بوده، برخلاف شعارهایی هم که داده، برخلاف این که تو کشورهای خود خدمت شما عرض کنم این نظام جهانی، کشورهای مرکز شما میبینین که توسعه سیاسی انجام شده، طرفدار مدرنیتن، بنیانگذار مدرنیتن، شعارهاشون شعارهای دموکراسی محور بر اساس حقوق بشر، بر اساس فضای باز سیاسیه. ولی متاسفانه تو کشور ما، تو تاریخ ما، کاملا ضد این شعارها و ضد این کارویژه عمل کردن.
یعنی ما چقدر باید برگردیم عقب برای ورود این نظام جهانی سرمایه به تعبیر شما؟ خب من فکر میکنم که ما باید تا جنگ ایران روس برگردیم. یعنی من فکر میکنم که تلاش ها برای فتح بازار ایران، برای فتح فضای سیاسی ایران، برای به قول دانشمندان اندیشمندان پارادایم وابستگی خدمت شما عرض کنم که به پیرامون کشیدن ایران از آغاز تهاجمات روسیه به کشور ما شروع شد تو دوره فتحعلی‌شاه قاجار که نهایتاً به قرارداد ترکمنچای ختم شد و همچنین جنگی که بین ایران و انگلستان رخ داد در زمان هم محمد شاه قاجار و ادامش در زمان ناصرالدین شاه قاجار به خاطر در ظاهر به خاطر مبحث افغانستان، جدایی افغانستان، جدایی کابل و هرات و اینا که منجر به جنگ شد و به عهدنامه پاریس ختم شد. خیلیا وقتی صحبت میکنن حالا به درستی درباره عهدنامه ترکمنچای و عهدنامه پاریس، این عهدنامه‌های ننگین رو راجعش صحبت میکنن، بیشتر به چیزهایی که ما لحاظ سیاسی و قلمرویی از دست دادیم توجه میکنن، ولی یه ماده‌های هر دو تا این قراردادها دارن که اینا استقلال اقتصادی شما رو به نابودی کشیدن و به نظر من این ماده ها، اگه اشتباه نکنم ماده 5 عهدنامه ترکمنچای و ضمیمه تجاری عهدنامه پاریس، اثراتش از موادی که باعث شد بخشی از سرزمین ما از این کشور جدا بشه طولانی‌تر و پایدارتر باقی موند و هنوز هم به نظر من از عوامل اصلی شکست‌های ما در ایجاد توسعه سیاسی و اقتصادی تو 150 سال گذشته بوده. با اینکه با 2 انقلاب بزرگ تجربه کردیم، 2 تا جنبش بزرگ تجربه شده، ولی به نظر من از اونجا نشأت میگیره. حالا اگه سوال دیگه ای هست کلیات بپرسیم، اگه نه من وارد جزئیات این بحث میشم. من کلیتا اصلا میخوام در مورد همین واژه سوال بکنم. این نظام جهانی سرمایه که شما میگین و دارید ازش اسم میبرید، این به شکل کلی چیه؟ اصلا چه مفهومیه؟ چه مفهومی داره و مکانیزمش چه شکلیه؟ خب خدمتتون رو عرض کنم که من یه کوچولو باید برم عقب‌تر، اصلا از زمانی شروع بکنیم که خدمت شما عرض کنم که ما که تو کشور ما خواست ایجاد دولت مردمی و دولت ملی، ایجاد توسعه سیاسی و مشارکت مردم در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی شروع شده. خب این چه زمانیه؟ ما قبل از اینکه با مدرنیته آشنا بشیم، با مدرنیته غرب آشنا بشیم، که همچین خواستهایی شما تو تاریخ ما نمیبینیم. پس از این زمان ما بخوایم به عنوان یه نقطه عطف استفاده کنیم، بعد ببینیم این مدرنیته که مردم ما تو زمان قاجار باش آشنا شدن، این مدرنیته چی بوده، چجوری شکل گرفته و مردم ما چه برداشتی ازش داشتن. بس اینجاست که ما راجع به غرب و توسعه یافتگی غرب، منظورم از غرب همون اروپای غربی و بعد هم آمریکای شمالیه، یعنی کشورهایی که خدمت شما عرض کنم که سردمدار مدرنیته در 2 قرن گذشته بودن و من اسمش میذارم مرکز نظام جهانی سرمایه. خدمت شما عرض کنم این داستان از اونجا شروع میشه که بعد از فروپاش، بعد از خدمتشون، بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، خب یه جهان 2 قطبی به وجود میاد. اتحاد جماهیر شوروی نماینده کمونیسم بین المللیه که میخواد نظام سرمایه داری رو بالکل از بین ببره. خب این نظام سرمایه داری زیربنای اقتصادی آن چیزیه که ما به عنوان مدرنیته میشناسیم، به عنوان دنیای مدرن میشناسیم، به عنوان تمدن مدرن میشناسیم. از اینجاست که کشورهای غربی برای اینکه کشورهایی به قول خودشون جهان سوم پشت پرده آهنین نرن، تو سازمان ملل یک کارگروهی تشکیل میشه. ما چجوری میتونیم به توسعه این کشورهای جهان سوم کمک کنیم که اینا پشت پرده آهنین نرن؟ این کارگروه عوامل ضد توسعه رو تو کشورهای توسعه نیافته شروع میکنه تحقیق کردن. غالباً کیس استادیشون تو مناطق کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و تا حدودی هم کشور شرق آسیا بوده.
جالب اینجاست که نتیجه‌ای که اندیشمندانی که روی این حوزه کار میکردن از طرف سازمان ملل میرسن اینه که یکی از عوامل اصلی ضد توسعه خود کشورهای توسعه یافته، یعنی کشورهای توسعه یافته خودشون عامل مهمی در توسعه نیافتگی کشورهایی که به نام جهان سوم شناخته میشه و این رو بر اساس مکانیزمی که توی تاریخ نظام سرمایه‌داری جهانی ایجاد شده بود بر اساس اون کشف می‌کنن. کسایی مثل پل بارا، مثل پل سوئیزی، مثل گوندر فراید، بعدها والر اشتاین، حالا تو نهله‌های مختلف پارادایم وابستگی مثل همین الان مثل پیتر اوانز، اون زمان مثل فورتادو، اینا وقتی بررسی میکنن و بعدها سمیر امین و اینا وقتی بررسی میکنن یه مکانیزمی رو کشف میکنن که مشخص میشه تو مکانیزم، تو این نظریهشون مشخص میکنن که این نظام جهانی سرمایه، آن چیزی که باعث به وجود اومدن تمدن غربی شد، زیربنای اقتصادیش بود، این چطور با غارت منابع کشورهای پیشا سرمایه داری یا کشورهایی که هنوز صنعتی نشدن خودش بزرگترین عامل در جلوگیری توسعه یافتگی اوناست. این بعد خب حالا اینا میان به 3 دوره تقسیم میکنن این تطور رو. این خدمت شما عرض کنم که رشد و گسترش نظام جهانی سرمایه رو و اگه تو مبحث تاریخی نگاه بکنیم، یک زمانی که اروپا هنوز تو دوران فئودالیته بود، یعنی نظام اقتصادی فئودالیته، نظام شیوه تولید غالب بود توی اروپا، شما میبینین که خب تو قرن 14 و 15 این نظام فئودالیته در اثر بیماری مصری که چند بار اروپا رو در مینورده، در اثر فرسایش زمین و از اون طرف به وجود اومدن امپراتوری‌های اسلامی مثل عثمانی که اجازه نمیداد تجارت اینها با مرکز تولید دنیا یعنی با چین و هند خدمت شما عرض کنم به صورت مستقیم انجام بشه، تو فشار سنگینی قرار داشتن و همین باعث شد که نظام فئودالیته در اصل فرو بپاشه و آن چیزی که از دل نظام فئودالیته به وجود اومد یک نظام بورژوازی بود، یک نظام تجارت محوری بود که بعدا پایه گذار نظام سرمایه‌داری و بعد سرمایه‌داری صنعتی شد. خب اروپایی‌ها چجوری از این فضا فرار کردن؟ وقتی تو جنگ‌های صلیبی شکست خوردن، نتونستن برسن به خدمت شما عرض کنم راه‌های تجاری اصلی که به شرق دنیا یعنی به چین و هند و اینا متصل میشد، اومدن رو دریانوردی کار کردن، یعنی اومدن دریازد گفتن ما راه زمینی نمیتونیم، خب قدرت عثمانی خیلی زیاده، بعدها دولت صفوی و اینا راههای تجاری اینا بهش مسلطن، گفتن که از طریق دریا دیگه احتمالاً شما بهتر از من میدونید اون داستان خدمت شما عرض کنم که دولت کاستیل و دولت آراگون که بعد با هم دیگه متحد شدن و خدمت شما عرض کنم که اون دریانوردی که شروع اینا واسه چی می‌خواستن؟ می‌خواستن از طریق دریا به هند برسن. خب ولی رسیدن به امریکا. برای همین قاره جدیدی که کشف شد رو فکر کردم به هندوستان رسیدن. واسه همین اونجایی که رسیدن ایالت ایندیانا هنوز معروفه، ایالت هندوستان و اینا، و به سرخپوستان میگفتن ایندیان، فکر می‌کردن اینا هندیان. وقتی به اونجا رسیدن و هنوز نمی‌دونستن اینجا هنده، شرایطی برای اروپا فراهم شد که بتونه از سرمایه‌های بکر خدمت شما هستم قاره تازه کشف شده استفاده بکنه. به 2 صورت استفاده شده. یعنی که معادن طلا، نقره و خدمت شما عرض کنم که معادن مثل زغال سنگ و اینا اونجا کشف شد، به صورت گسترده به اروپا وارد شد. از اون طرف با ورودشون به آفریقا و دزدیدن برده‌ها، گذاشتن بردهداری، تونستن کشاورزی رو به صورت پلانتکاری‌های گسترده تو قاره آمریکا شروع بکنن که سود بسیاری براشون ایجاد شد، تقریبا نیروی کار براشون مفت در می اومد. از این سرمایه انباش که به سمت خدمت شما عرض کنم اروپا سرازی شد، تونستن یک تجارت عمده‌ای رو با شرق شروع کنن. حالا بعدا واسکو دا گاما تونست دماغ امیدنیکو دور بزنه، اومدن به سمت هند وارد شدن و شرکت‌های تجاریشون که غالباً حالت نظامی دریایی داشت توی هند و چین و اینا مستقر شد و اینا تونستن کار تجارتشون رو توی این حوزه انجام بدن. این تجارت پرسود که به طلا و نقره کشف شده از آمریکا و سرمایه‌هایی که از اونجا بود وابسته بود، کم کم تونست انقدر پیشرفت بکنه
البته اینم بگم ذات این چیز بر اساس یک تجارت آزاد نبود، چون همشون شما میبینید چه اول پرتغالیا و اسپانیایی‌ها چه بعدها انگلیسی‌ها و فرانسوی نمیاد، همشون متکی به نیروی نظامی بودن، به فتح و اشغال بودن، یعنی بر اساس یک تجارت منظم و منطقی و بازار آزاد، چیزی که الان شعارشونه، عمل نمی‌کردن. خلاصه کنم، هند به دست خدمت شما عرض کنم انگلیسی‌ها بعدها، حالا تو رقابتایی که با هم داشتن، کم کم پرتغالیا و اسپانیایی رو بیرون کردن، انگلیسی‌ها جایگزین شدن، بعد فرانسوی‌ها و هلندی‌ها رو از تجارت چیز بیرون کردن و تبدیل شد بعد از جنگ پلاسی هم که هندوستان تبدیل شد به مستعمره بریتانیا و این سرمایه‌هایی که از هندوستان و کشور دیگه بعدها مثل چین و اینا خارج میشد، بنیانگذار و پایه انقلاب صنعتی در اروپا شد. یعنی آن چیزی که انقلاب صنعتی رو به وجود آورد توی اروپا، توی انگلستان بالاخص، صرفاً مباحث مثل شایسته سالاری، تغییر روش‌های علمی، خدمت شما عرض کنم که استیلای پوزیتیویسم و رنسانس یا اینا همه بود، ولی همه اینها زیربناش بر سرمایه غارتی بود که به صورت کلان داشت به سمت اروپا سرازیر میشد و باعث شد که پایه اون انقلاب صنعتی گذاشته بشه، پول تحقیقات مختلف و آزمون خطاهای زیاد براشون فراهم بشه و شما میبینید این عصر رو بهش میگن عصر غارت، یعنی اندیشمندان نظریه وابستگی به این عصر میگن عصر غارت که 2 قرن طول کشید، غارت جهان پیرامون. این سرمایه هایی که خارج شد پایه های اقتصادی کشورهایی که تحت استعمار قرار گرفتن به شدت سست کرد و آینده اونا برای اینکه بتونن از حالت پیش سرمایه داری به یه توسعه اقتصادی برسن یا اونا هم روند صنعتی شاید طی بکنن ازشون گرفت، یعنی این زمینه ها ازشون گرفته شد. تو عصر دوم که به عصر تجارت نابرابر مطرحه، به بعد از انقلاب صنعتی منتهی میشه. سرمایه‌داری اروپا به یه انقلاب صنعتی منتهی میشه که این انقلاب صنعتی باعث میشه شیوه تولید تغییر بکنه به معنای واقعی، شیوه تولید سرمایه‌داری و صنعتی بشه، کارخانه‌های زیاد تأسیس بشه، مواد خام از سراسر دنیا به اونجا بیاد و کالای صنعتی تولید بشه که این کالای صنعتی باید طبق قانون سرمایه‌داری برمیگشت به بازارهایی که بتونن از اینا استفاده بکنن. به خاطر اینکه اگه تولید متوقف میشد یا بازار یعنی تولید از روند رو به رشدش میافتاد، نظام سرمایه‌داری دچار آسیب میشه و بعد بحران و بعد سقوط. بنابراین همیشه باید بازارهایی برای مصرف و بازمصرف تولیدات صنعتی وجود داشته باشه. خب این تولیدات صنعتی مواد خام رو از کشورهای استعماری و یا کشورهای معمولی که حالا وارد این تجارت جهانی شدن ازشون میگیره به قیمت ارزان، کالای صنعتی تولید شده رو به قیمت گران با ارزش افزوده به این کشورها صادر میکنه و چون کشور صنعتی نیستن، حالت پیش سرمایه‌داری در اقتصادشون، یک تجارت نابرابری شکل میشه که همواره سود سرمایه از سمت کشورهایی که مواد خام تولید میکنن به کشورهایی که کالای صنعتی تولید میکنن سرازیر میشه. این عامل خودش یک عامل فزاینده‌ای میشه در این که مرتبا موازنه تجارت برای کشورهای پیش از صنعتی، غیر صنعتی و غیر سرمایه‌داری که تولید کننده مواد خام منفی باشه و برای اون مثبت. باز همین انتقال سرمایه رو شما اینجا می‌بینید که پایه‌گذار تجارت‌های بعدی و دست بالای کشورهای مرکز نظام جهانی سرمایه یا غرب میشه، در مقابل اینکه همواره ارزش افزوده، ارزش اضافی تولیدی در سراسر جهان به سمت اینا منتقل بشه. این ارزش افزوده است که پایه اون مدرنیته درخشانی که شما میبینید و اون جلوه های ویژه تو پیشرفت در عرصه هنر، صنعت، خدمت شما عرض کنم که توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی اینا رو شاهدش هستید و این عامل غارت کشورهای پیرامونی، این عامل هم با یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی این کشورها و همین که همواره دچار بحران بشن داره. اینو شما تو کشور خودمون که هیچ وقت سابقه استعماری نداره بعد از این قراردادهای تجاری می‌بینید. عصر سوم هم عصر صدور سرمایه است. یعنی بعد از اینکه عصر تجارت نابرابر یه جورایی تموم شد، بحران‌های سرمایه‌داری باعث شد که
نظام جهانی سرمایه و سرمایه داران که اصولا فراملی هستن، اصولا متعلق به خودشون به کشور یه چیز خاصی نمیدونن، اصلیه که شروع کردن تو دوره بعد از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی برای نگه داشتن کشورهایی که توسعه نیافته بودن، تو مخصوصا اونایی که مواد خام بیشتری رو تولید میکردن براشون، تو دایره خودشون شروع کردن صنایع تجاری شدهشون رو بهشون منتقل کردن. این صنایع تجاری شده چیه؟ ببین شما همواره تو نظام جهانی سرمایه یک سری که این تجارت نابرابر نگه می‌داره، یه سری صنایع هستن که این صنایع رانتی هستن. بهشون ما میگیم صنایع پیشرو. اینا قانون بازار آزاد رو رعایت نمی‌کنن. یعنی چی؟ یه سری صنایعی هست، مثلا تو قرن خدمت شما عرض کنم که 18 اواخر قرن 18 یا اواسط قرن 19 صنعت نساجی صنعت پیشرو نظام های تک زمان خودش، های تک زمان خودش بود. فقط در انحصار کشورهایی بود که به عنوان مرکز نظام جهانی، مثلا شما می‌بینید که انگلستان که اون موقع جبار جامعه جهانیه، این انحصار این صنعت به طرز بسیار بالایی داره. ولی این انحصار بعد از این مدت میشکنه. چطور؟ کم کم شرکت‌های کوچک دیگر هم به این تکنولوژی مسلط میشن و این تکنولوژی بازاری میشه. دیگه اون اینجاست که قیمت این های تک رو بازاره که تعیین میکنه و اون ابرسود گرفته میشه. وقتی شما انحصار یک تکنولوژی یا یک کالایی رو، ساخت یک کالایی داشته باشه، قیمتش رو تو بازار شما تعیین میکنید، تو بازار جهانی، چه بازار داخلی چه بازار جهانی، و اینجا میتونی اون ابرسود رو برای خودت تامین بکنی. اما زمانی که این تجاری میشه، دستهای دیگه هم میاد، دیگه قیمت رو بازار تعیین میکنه. اون زمانی که خدمت شما عرض کنم اون ابرسودا تامین میشه از این های تک، زمینه برای تحقیقات بیشتر و گسترش تکنولوژی به وجود میاد. تو دوره بعد شما با های تک های بعدی طرفین که این چیزی که مثلا قرن قبل های تک بود تبدیل میشه به صنایع تجاری شده. اگه هم به کشورهایی به عنوان همکار خودشون، به عنوان کسایی که تو نظام جهانی سرمایه قبولش دارن، بخوان تکنولوژی هم بدن، همین تکنولوژی تولید کالای تجاری شده رو میدن. به یه دلیل عمده هم این کارو میکنن، به خاطر اینکه همواره سود سرمایه تو کشورهایی که صنعتی نشدن هنوز یا های تک ندارن و قیمت کارگر بسیار ارزان تره. یعنی باز هم از تولید این کالای تجاری شده تو کشورهایی که جهان سوم، کشور پیرامونی که کارگر هم توشون ارزان تره، بسیار بیشتر از تولید اون کالا توی کشور چیه؟ کشور جهان مرکز. الان همینجا یه سوال هست. منطق اقتصاد سیاسی همینه، میگه اصلا برای حفظ جان و مال شما میتونید مناسباتتون رو با همدیگه حتی با کشورهای پیرامونی تعریف کنید. اینجا یه سوالی پیش میاد. یکی از عوامل توسعه جهانی شدنه. ما چطور میتونیم بین جهانی شدن و استعمار زدگی جهانی یه وجه تمایز بذاریم؟ حالا همین موضوعش، اون چیزی که شما بدیهی گرفتین و من بدیهی نمیگیرم. یعنی من توسعه رو، لازمش رو حداقل برای کشور پیرامونی جهانی شدن نمیدونم. من اتفاقا جهانی شدن با این منطق رو، با این منطقی که الان برقراره بر اساس نظام جهانی سرمایه، اتفاقا عامل ضد توسعه. شما جهانی شدن رو چی تعریف میکنید؟ ببینید من جهانی شدن نمیتونم اینجا مثلا واسه شما تعریف بکنم که ببینید جهانی شدن از لحاظ منطق اقتصادیش یعنی چی؟ یعنی اینکه همین مکانیزمی که من به شما میگم، جهانی به خاک و خون کشیده بشه که یک گوشش بدرخش. خب پس سوالمو بذارین راحت‌تر بگم. چه عاملی باعث میشه که کشورهای توسعه یافته باعث عدم توسعه تو کشورهای پیرامونی بشه؟ خب گفتم مکانیزم نظام جهانی سرمایه، نه اینکه بگم اونها لحاظ سیاسی دنبال اینن که شما توسعه پیدا نکنید، نه اصلا اینجوری نیست. مکانیزم سرمایه داری، نظام جهانی سرمایه به صورتیه که نمیتونه منافع همه رو تامین بکنه. این مکانیزم طوری طراحی شده و طوری کار میکنه که منافع یک اقلیتی رو در مقابل از بین بردن منافع یک اکثریتی تامین بکنه. مکانیزمش اینجوریه، نه اینکه کسی مثلا حالا نشسته باشه این برنامه‌ریزی کرده باشه یا یک فلسفه توطئه‌ای پشتش باشه. من همین رو داشتم توضیح میدادم. یعنی اگه قرار باشه همه دنیا توسعه پیدا بکنن، اون موقع دیگه غرب توسعه یافته‌ای وجود نداره که بخواد بانی این توسعه یافتگی بشه.
متوجه هستی میگم؟ یعنی در صورتی که قرار باشه شما به عنوان یک کشوری که تا به حال پیش از صنعتی بودی، پیش از سرمایه‌داری، به جای مواد خام تولید کننده کالای صنعتی خاصی باشی یا تو عرصه های تک وارد بشی، دیگه اینجوری نیست که کشورهای خدمت شما عرض کنم یا بتونید اون تولید رو انجام بدی. کشورهای غربی، آمریکای شمالی به عنوان جهان اول به حساب بیاد. اون وقت این زنجیره میتونه تغییر بکنه دیگه. اون جهان تا زمانی که مکانیزم همینه، این ادامه پیدا میکنه. من اگه میتونستم ادامه بدم روی این بحث، این مکانیزم رو بیشتر باز میکردم. ببینید شما یک عصری، یک بخشی از جهان غارت شده، منابعش به نام استعمار میشناسیمش، به نام امپریالیسم میشه. غارت علنی بوده. هند، چین، آمریکای مرکزی، آفریقا، همه اینا دیگه هممون تاریخو میدونیم، به بدترین شکل ممکن سرمایه‌هاشون غارت شده، با قدرت نظامی، با خدمت شما عرض کنم که وحشیگری تمام عیار که این تو تاریخ خدمت شما عرض کنم قرن 17 و 18 کاملا مشهوده، با نسل کشی ها سرمایه‌شون غارت شده. این سرمایه رفته تو کشورهای مرکز که الان شما به عنوان کشورهای جهان اول یا پیشرفته میشناسید، بنیان انقلاب صنعتی رو توشون گذاشته، بنیان مدرنیته و پیشرفت رو توشون گذاشته، زیربنای اون شده. خب این زیربنا تو دوره بعد که حالا عصر خدمت شما دوره استعمار علنی و خدمت شما عرض کنم دوره بردهداری و اینا تموم شده، تو این دوره چیکار میکنه؟ تجارت نابرابر میکنه. یعنی شما اصلا تو یک قدرت برابر اقتصادی و تکنولوژیک نیستی که بتونی با اونا وقتی وارد رابطه میشی تو این رابطه منافع مشترک ببری. منافع مشترکی در کار نیست. همونجوری که توضیح دادم تو اون تجارت نابرابر شما چون تکنولوژی دست اوناست، کالای چه های تک بخری چه کالای تجاری شده بخری، در هر صورت کالای صنعتی با قیمت گران و تولید کارخانه‌ای که سود هنگفتی داره به کشور شما سرازیر میشه و شما چیزی برای عرضه نداری جز ماده خام. ماده خام هم قیمتش پایینه، در نتیجه باز هم تراز تجاری به ضرر شما. یعنی باز هم انباشت سرمایه‌ای در کشور شما صورت نمیگیره که شما بخواید اون زمینه پیشرفت تکنولوژیک و پیشرفت اقتصادی بکنی. حالا من الان به بحران‌های سیاسیش کار ندارم که همین امر چقدر میتونه شکاف بین دولت و ملت ایجاد کنه، خروج سرمایه از کشور شما، فقیر شدن مردم و اینه که مردم این از چشم دولتشون میان. ناکارآمد بالا رفتن ناکارآمد داره که بحران سیاسی ایجاد میکنه، بحران اجتماعی ایجاد میکنه. همین بحران‌ها باز خودش به عامل ضد توسعه تبدیل میشه. خب حتی زمانی که اومدن گفتن، یعنی حتی کشورهای برخی از این کشور غربی یا حتی سازمان ملل، حالا ما حتی میگیم با حسن نیت، اومدن گفتن برای اینکه جامعه جهانی به سمت کمونیسم بین الملل نره، ما بیایم بعضی از این کشورهایی که اینجوری تو این سنساره غارت قرار گرفتن و اجازه بدیم توسعه پیدا بکنن، بهشون تکنولوژی بدیم، سرمایه گذاری بکنیم توش. باز این مکانیزم طوری عمل کرد که باز سرمایه ها از این کشورها خارج شد. اومدن چی دادن؟ های تک که به شما دادن، صنایع تجاری شده به شما دادن. این صنایع تجاری شده کارگر شما ارزان قیمت تر بود، وقتی که اصلا سرمایه داری حاضر نیست جایی بره که سودی در کار نباشه. خب همیشه ابر سود میخواد. از کارگر ارزان استفاده کردن. شما میدونید تو دوره پهلوی بسیار از این تکنولوژی‌ها وارد ایران شد، به خاطر اینکه خب شما قبلش می‌بینید حتی نمی‌ذاشتن راهن تو کشور شما کشیده بشه. ولی همین که اتحاد جماهیر شوروی وجود، همین که انقلاب بولشویکی تو مرزهای ایران، مرزهای ترکیه به وجود اومد، خطر الحاق ایران و ترکیه و حالا خیلی از کشورها تو بقیه مسائل هم میشه بقیه کشورها همین مثال زد، من فعلا فوکوس می‌کنم رو تاریخ ایران، به وجود اومد. گفتن خب الان ما باید به اینجا سرمایه گذاری کنیم، یه مقدار باعث توسعه بشیم. شما جلوه‌های این توسعه رو میتونین ببینید. کارخانه‌های چی اومد؟ کارخانه نساجی، تکنولوژی نساجی اومد، کارخانه سازی شد. خدمت شما عرض کنم که و همینجور تو دهه‌های بعدی میبینید یه سری از این کارخانه‌ها توی ایران، کارخانه قندسازی تولید به وجود اومد، در صورتی که ما تو زمان مثلا قاجار یکی از بزرگترین واردات ما همون قند و شکر بوده که بسیار ارز از کشور خارج، سرمایه از کشور خارج کرده. اما چه اتفاقی میفته؟ شما اینجا این کالای تجاری شده رو داری تولید میکنی، این کالای، و باز هم تو عصر صدور سرمایه های تک رو وارد میکنی. های تک ابر سود میاره چون قیمتش اونا با تعیین میکنن و کالای تجاری شده شما صرفاً به درد
در بالاترین حالت صادرات به سری کشور پیرامونی مثل خودت یا مصرف داخلی میخوره، وضع بهتر میشه، ولی قرار نیست این فاصله جبران بشه. چرا؟ چون باز اولا سرمایه گذاری که میکنن سود سرمایه رو خارج میکنن تو کشور شما، دوباره این سود سرمایه به باز تولید کمک نمیکنه. دوم این که خدمت شما عرض کنم که از کارگر ارزان شما استفاده میکنن، هیچ وقت قیمت کارگر شما با قیمت همون کارگر تو کشور صنعتی برابر نیست. یعنی از این طریق هم دوباره دچار استثمار میشی و این انباشته سرمایه ایجاد نمیشه. بعدم کالای تجاری اصولا انباشته سرمایه شما ایجاد نمیکنه که شما بخواید تو مراحل بعدی مثلا وارد عرصه رقابت صنعتی تو کالاهایی بشی که بازار بهتری دارن یا به قول شما های تکن. خب یعنی این مهم نیست که شما چقدر تولید میکنید توی کشور پیرامونی، مهم اینه که چی تولید میکنید تو عرصه صدور سرمایه. یعنی عصری که الان ما توش هستیم و عصر صدور سرمایه است، مهم نیست واقعا چقدر تولید میکنی، هر چقدر تولید بکنی اون سودی که بتونه انباشت سرمایه ایجاد کنه که شما بتونید ارتقاء اقتصادی پیدا بکنی، یه توسعه رشد اقتصادی رو همراه با توسعه اقتصادی تجربه بکنی، به وجود نمیاد تو کشور. این مکانیزم تا زمانی که بر اساس همین منطق کار بکنه تا آخر دنیا شما یک کشور پیرامونی و جهان سومی با بحران‌های خاص و اون کشورهای نماد مدرنیته. این ببینید تو یه عصری گفتم مثلا پارچه مثلا های تک بود، یه عصری شما می‌بینید اتومبیل و خدمت شما عرض کنم که صنایع پزشکی و اینجور چیزا مثلا تو انحصارشونه. یه زمانی ساخت هواپیما و خدمت شما عرض کنم این چیزا. الان عصر چیه؟ عصر خدمت شما عرض کنم که عصر صنایع نانو، اتمی و صنایع فضایی، یعنی اینا رو های تک اینا رو هوش مصنوعی و الکترونیک و اینا در اختیار کدوم یکی از این کشورهاییه که بهش میگن در حال توسعه. عبارت خیلی خنده‌داری هم به کار میبرن، در حال توسعه. کشورهای در حال توسعه چه کشورهایی هستن؟ خب میگم مثلا فلان کشور در حال توسعه، اون یکی کشور در حال توسعه. ما در حال توسعه نداریم، یا پیرامونی یا مرکزی. چیزی مانند در حال توسعه. 200 سال مدرنیته به وجود اومده. سینا جان به من بگو چند تا از کشورهای در حال توسعه تونستن خودشون به جهان اول برسونن؟ اون کشورهایی که همواره از 200 سال گذشته مرکز نظام جهانی بودن و به عنوان مرکز مدرنیته کشور صنعتی معرفی می‌شدن، همون‌هایی هم که هنوز هم هستن. حالا دنباله مهاجرتیشون و دنباله مستعمراتیشون حساب نمی‌کنم، اما چرا؟ چون همون تکنولوژی، همون سرمایه رفته آمریکا و کانادا رو ساخته یا استرالیا رو ساخته. استرالیا، کانادا و آمریکا چیزای جدیدی نیستن که کشورهای جدیدی که خودشون تونسته باشن این داستان رو برای خودشون فراهم بکنن و بتونن بیان به کشور. اینا دنباله مستعمراتی همون کشورهای اروپای غربی هستن. هیچ تغییری وجود نداره. یک سری کشور هستن که بر اساس قانون خدمت شما عرض کنم به عنوان قانون چماق و هویج نظام جهانی، بعضی موقع‌ها بهشون صنایع تجاری شده رو اول میدن. این کشورها اسمشون میذارن در حال توسعه. از همینجا برسیم به مسئله دولت ملی، این دولت دکتر مصدق. به تعبیر شما اون نظام سلطه یا اون نظام استعمار جهانی سرمایه، نظام جهانی سرمایه، مسئلهش با دکتر مصدق و دولت ملی چی بود؟ اینه که نمیتونست مواد خام شما رو غارت بکنه. یعنی بحث اصلی اینه. شما نفت داری، خیلی ها میگن خب اگه سرمایه گذاری همین خارجیه نبود اصلا شما هیچ وقت نمیتونید نفت رو استخراج کنید. کاملا حرف درستی. یه سرمایه گذاری یک زمانی اومده انجام شده که این نفت استخراج بشه، تو به عنوان ماده خام تو صنایع اونا استفاده بشه. خب این نفتی که داره استخراج میشه تو قرارداد اولیه، قرارداد دارسی، چقدر به ایران تعلق میگیره به عنوان صاحب این نفت؟ 16%. یعنی شما همزمان توی ایران عصر غارت و عصر تجارت نابرابر رو با هم دیگه داری تجربه میکنی. تو کالاهای صنعتی که واسه شما صادر میکنن و باعث نابودی گسترده تمام صنایع سنتی شما میشه. یه روایتی رو برات بگم. زمانی که توی من یکی از این منابع میخوندم، میزان ابریشمی که به صنایع نساجی
غیر صنعتی البته کاشان یک زمانی وارد می شده، از میزان پنبه‌ای که به کارخانه‌های لنکشایر انگلستان وارد می شده بیشتر بوده. شما میگید چه صنعتی، فقط به خاطر اینکه صنعتی نشده بودن. خب اگه صنعتی شده بودن میتونستن قابلیت رقابت کالایی تو بازار با کالای خارجی داشته باشه، به همون میزان میتونستن قیمت رو بیارن پایین، مسلماً نابود نمیشه. ولی تمام صنایع، یعنی با باز شدن بازار اقتصادی ایران تو زمان قاجار، دو تا جنگ کردن، با نیروی نظامی وارد شدن، همه جا همینجوری وارد میشن. اصلا بحث منطق اقتصاد آزاد و تجارت و اینجور چیزا نیست. تو روسیه حمله میکنه، ایران شکست میده، مجبور میکنه گمرکی تو ور میداری، با 5% حق گمرکی هر کالایی که من میخوام میتونم وارد کشورت بکنه. تو عهدنامه پاریس هم که انگلستان موفق میشه ایران شکست بده، میاد جزیره خارکو میگیره و وارد بوشهر میشه، اینا یه ضمیمه به عهدنامه پاریس اضافه میکنه، غیر از جدایی افغانستان مجبور میکنه همون امتیازی که به روسیه دادی به منم باید بدی. بقیه کشورهای صنعتی هم وقتی با ایران وارد معامله تجاری میشن میگن همونو میخوایم. چرا همونو میخوایم؟ چون اون کالای صنعتی میاره، تو استقلال سیاسی نداری، استقلال اقتصادی نداری که بتونی جلوشو بگیری، از صنایع خودت دفاع بکنی، اجازه بدی اینا رشد بکنن. اون با تولید انبوه، تولید متنوع، قیمت پایینتر وارد میکنه، صنایع نساجی شما همه از بین میره. از بین رفتن به یه طرف، حتی قدرت اینا نداره که بتونه رقابت بکنه، چون یک سرمایه عظیمی پشت این کالای وارداتیه. بعد از یه مدت شما دیگه اصلا صنعت نساجی خاصی نداری که بخوای احیایش بکنی، پس در نتیجه حتی به اون کالایی که بعدها هم تجاری میشه شما وابسته‌ای. خب این برای داستان قند، شکر، چای و همه اینا اتفاق میفته. یعنی کلا اقتصاد شما با این معامله غیر مشروط، اینی که یک دولت قوی پشتش نباشه از اقتصاد کشور دفاع بکنه در مقابل حجمه یک دست قوی تر، یه دست بالاتر، نتیجهش میشه اقتصاد شما فرو میپاشه. همون اتفاقی تو زمان قاجار افتاد، این اقتصاد فرو پاشید. اون موقعی که نفت اول کشف نشده بود، باید برای تراز کردن تجارتمون چیکار میکردیم؟ مواد خامی که بازار جهانی از اون میخواست بهشون میدادیم. اقتصاد ما چی بود؟ اقتصاد اصلی ما اقتصاد ارزی بود، کشاورزی بود. اونا هم گفتن خب بازار جهانی صرفا گندم و جوی تو رو نمیخواد که مردم خودتو باهاش سیر میکنی، من تریاک تو میخوام، چون میخوام به چین صادر بکنم. به طور گسترده شما میبینید زمینهای تجاری شما، زمینهای زراعی شما از کشت گندم و جو و چیزهایی که مثلا مورد رزق روزانه مردم بوده خارج میشه کشت تریاک. جنگ انفصال توی آمریکا باعث میشه تامین پنبه برای کارخانه‌های نساجی انگلستان به تعویق بیفته. میان تو مصر و خدمت شما عرض کنم که ایران و عثمانی پنبه رو تولید کردن. بسیاری از زمین‌های زراعی شما میره به سمت تولید پنبه. چرا؟ چون تو بازار جهانی این از تو میخواد. نتیجه همه اینا چی میشه؟ این میشه که بعد از یه مدت شما تو زمان ناصرالدین شاه 11 تا قحطی رو میبینید که میگن که یکی از این قحطی‌ها که قحطی بسیار بزرگم بوده، تقریبا جمعیت عظیمی از کشور شما نابود میکنه، چون با خشکسالی و خدمت شما عرض کنم که بیماری موسری همراه میشه. این تعاقبه اینه که شما یک دولت ضعیف شده، دولت قاجار درسته، دو تا شکستی که میخوره ضعیف میشه، دیگه نمیتونه حمایت بکنه از اقتصاد، تلاش میکنه ولی نمیتونه حمایت بکنه از اقتصاد داخلی. این فجایع به وجود میاد. تمام این فجایع رو مردم از چشم دولت قاجار میبینن. داستان انقلاب مشروطه رخ میده. بعد از اینکه انقلاب مشروطه پیروز میشه، میبینن باز مشکل حل نشد. سوالم همینه دقیقاً. باز مشکل حل نشد. چرا؟ چون نظام جهانی سرمایه همون کار میکنه. مشکل استبداد قاجار نبوده. آره تو سطوح بالاتر خب ناشایستگی ها، ظلم ها، استبداد ها اینا وجود داره که اونم خودش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی دولت ناکارآمد میشه، فشل میشه، توش انسان‌های روی کار میان که اونام انسان‌های بیشتر رانتخور و انسان‌های فاسدن. یعنی همه اینا دومینو به هم متصله. انقلاب مشروطه شد و هی باز مشکل، باز شما این تراز تجاری منفیه، باز می‌بینی بحران نان داری. یکی از دلایل انقلاب مشروطه کاتالیزورش بحران نان بود. انقدر غلات کم شد. تا اون زمان نفت نبود که ما صادر کنیم، اینا رو صادر می‌کردیم. نظام عرضه تقاضا مگه غیر از اینو میگه شما اگر بازار از شما بخواهد فلان کالا رو تولید بکنید، یا بازار جهانی. بازار جهانی.
خب خب این مسئله ممکنه کسی که داره این مصاحبه رو میبینه بگه خب استقلال به چه قیمتی؟ آقای محمد مصدق و دولت ملی نفت رو میاد ملی میکنه، صدای استقلال از به حساب دولتش میاد بیرون، اما از یک سمتی ما اون عرصه جهانی شدن رو نمیبینیم. چرا؟ چون در یک نگاه هم شما معتقدین که جهانی شدنی وجود نداره. ما باید یک ارتباطمون رو با دنیا چه کنیم؟ دو، استقلال به چه قیمتی؟ ارتباط ما با دنیا کجا شکل میگیره؟ کجا شکل گرفته توی اون؟ خب میگم داستان اینجاست که شما تو این نظام صلب نمیتونی رویا پردازی کنی بگی من یک ارتباط کاملا منطقی بر اساس منافع و منافع مشترک برابر داشته باشم. نه دکتر مصدقی نمیخواست، نه کسایی که دنبال حل این معضل ارتباط ما با نظام جهانی و با غرب و به قول شما با دنیا و جهانی شدن، هیچ کدومش نه. ما تو یک برهه‌ای از تاریخ این شکست رو تجربه کردیم، اقتصادمون نابود شد، به پیرامون نظام جهانی سرمایه هل داده شدیم. حالا قرار درست کنیم، ولی راهکار درست کردنش این نیست که کاملا شما وابدی اون چیزی که شما بهش میگی جهانی شدن یا به عنوان جهانی شدن ازش اسم میبرن و تبلیغش میکنن، همون رابطه بین ارباب و برده است. یعنی با این طریق شما میتونی تو این نظام جهانی به عنوان یک کشور پیرامونی وجود داشته باشی. قرار نیست شما توسعه یافتگی رو تجربه بکنی. حالا یعنی با این حساب ما همیشه عملکرد دولت‌های غربی در ایران میشه ضد توسعه. دولت‌ها نه، نظام اقتصادیشون. ببینید دولت‌های غربی برآمده از یک، ببین اونجا چون بر اساس تطور تاریخی پیشرفت کردن، از بیرون ضربه‌ای بهشون وارد نشده که جامعه حالت کاریکاتوری پیدا بکنه مثل کشور پیرامونی، مثل کشور خودمون. این نهادها داخل این کشورهای غربی به صورت منطقی و تاریخی رشد کردن. خب نهاد سیاسی به شدت وابسته به نهاد اقتصادیشونه، یعنی کارکردش این موجود حی زنده است، کارکردش با کارکرد نظام اقتصادیشون هماهنگ شده. اون چیزی که اسمشو میذارن امپریالیسم اینجاست، به خاطر اینکه اون نظام سیاسی چون تمام مخارجش رو این نظام اقتصادی میده، برای تأمین منافع اقتصادی اون به وجود اومده و کار میکنه و سیاست خارجیش بر اساس اون، سیاست داخلیش و سیاست خارجیش بر اساس اون کار میکنه. خب حالا یه تلرانسی داره، بعضی موقع گروهای چپگراتر میان، اونایی که رفاهونه، این تو کلیت جریان فرقی نمیکنه. خب یعنی اون دولت سیاسی هم که روی کار اومده نمیتونه فراتر از یه حد خاصی عمل بکنه، نمیتونه برخلاف منطق نظام جهانی عمل بکنه که کشور اون به عنوان یکی از مراکز انباشت سرمایه انتخاب کردن. اگه بخواد این کارو بکنه، هم خودش ساقط میشه، هم کشورش از توسعه یافتگی خارج میشه، هم فرار سرمایه توش ایجاد میشه. پس در نتیجه هر کاری هم اونا بخواد، حتی اگه فرشته ترین آدم ها روی کار بیان، تا موقعی که سیستم اقتصادی جهانی اینجوری کار میکنه، هیچ وقت نمیتونن بر علیه این یا بر خلاف این عمل بکنن. در نتیجه من نمیگم دولت‌های اونا، من میگم اون زیربنای اقتصادی که مدرنیته، جهانی شدن، خدمت شما عرض کنم که صنعتی شدن، همه اینا بر پای اون شکل گرفته با تمام مظاهر درخشانش، اون نظام اقتصادیه که تو بعد جهانیش ضد توسعه برای کشور پیرامونیه، همون جوری که عامل توسعه برای کشورهای مرکزه، برای کشور صنعتیه، برای کشور مدرنه، به ضد خودش توی کشور پیرامونی تبدیل میشه. و همون جوری که گفتم اگه قرار باشه همه منافع مشترک ببرن، اصلا چیزی به نام این که یه سری کشور جهان اول باشن دیگه وجود خارجی نداره. یعنی باید ماده خامش رو ببین، دولت دکتر مصدق یا دولت مشروطه اول دنبال چی بود؟ دنبال این بود که آقا به این وضعیت اقتصاد داخلی آشفته سر و سامان بده. از اون طرف فکر میکرد این صرفاً اگه اقتدار سیاسی شکسته بشه این مشکلات حل میشه، تا شاه کفن نشود این مملکت نشود و نمیدونم تا ناصرالدین شاه مثلا تا قاجار ساقط نشه، حکومت مشروط نشه، تا قانون نیاد یک کلمه، آن یک کلمه‌ای که تا اون یک کلمه نیاد قانون، اینا درسته، کسی منکر این نیست. ولی تا زمانی که شما اون زیربنای اقتصادی
بر همون پایه قدیم باشه، هیچ کدوم از اون روبناها نمیتونن درست عمل بکنن. داستان اینجاست. یعنی شما بعد مشروطه هم میبینید همین مشکلات هست. رضا شاه پهلوی و حکومت اصلا سلسله عوض میشه، شما دوره پهلوی طرفین، همین مشکلات هست. متوجه همین تراز تجاری شما منفیه، نه حتی با اینکه صنایع تجاری شده به قول خودمون تو این کشور آوردن، مظاهری از توسعه شما میبینی، اجازه ساخت راهن به شما میدن، اجازه، عصر عوض شده، اما سیستم همون سیستمه. نفت شما توی این دوره، یعنی از زمان قاجار، از زمان قرارداد دارسی، به بدترین وجه ممکن داره غارت میشه. میگن 16% حق ایران، در صورتی 16% هم نمیدادن، خودتون میدونید نهایت به بین 9 تا 11% بود پولی که به ایران داده میشد از مالیاتی که شرکت نفت ایران انگلیس به دولت انگلستان میداد. سهم کشور شما کمتر بود. خب باشه، شما تکنولوژی رو آوردید، ولی آیا نه اینکه این کشورم باید بالاخره یه سرمایه‌ای تو شکل بگیره که بتونه توسعه پیدا بکنه؟ خب با این پول نفتی که شما دارین به ما میدید، با این غارت مسلم، هیچکی زمان قاجار هم یا بعد از اونم نمیگفتش یا آقا شما مثلا بیا همه پول نفت رو بده، تو بیا سرمایه بیار، تکنولوژی بیا، همشو بیا بده. نه، اون موقع اصلا تمام بحث رضا شاه بود که آقا 20% بدید، حالا انقدر ندید. و میدونید دچار کسری بودجه مرتبا مملکت دچار آسیبه. حاضر نبودن اینو بدن. چرا حاضر نبودن؟ به خاطر اینکه یک بخشی از این نفت داشت توی نیروی دریایی بریتانیا خب تامین میشد، با نیروی دریایی بریتانیا نفت سوز شده بود، کشتی‌ها رو داشت تامین می‌کرد با قیمت بسیار نازل. خب اینو نمیتونه اصلا روی این حساب بکنه که دفعه بخواد هزینه زیادی بار بکنه. اصلا با این سیستم غارت اون شکل گرفته. حالا شما میبینید دوره‌های بعد هم که تلاش میشه سهم ایران از نفت بیشتر بشه، حتی بحثی که راجع به حاج علی رزمارا این بحث 50-50 مطرح میشه، حتی مصدق با بحث 50-50 اولش مشکلی نداشت. باز انگلستان حاضر نبود که اینو به شما بده، به خاطر اینکه منجر به چی میشد؟ بحران سرمایه تو کشور خودش میشد این موضوع، و نمیتونست این موضوع رو تحمل بکنه. به خاطر همین بود که حالا داستان نقش آمریکا متفاوته، به خاطر همین بود که به هیچ رقم نمیتونه تحمل بکنه که توی کشور شما دولتی روی کار باشه که یک قوی باشه، دو پشتوانه اجتماعی داشته باشه، پشتوانه مردمی داشته باشه، و بخواد محافظت بکنه از اقتصادی که شما مرتباً قرار غارتش بکنی. مرتباً باید به سمت مازاد تجاری، باید به سمت شما سرازیر باشه. دلیل اصلی دشمنی این بوده. و این که خدمت شما عرضم، هیچگاه شما ندیدین همین کشورهای غربی که شعار دموکراسی اینا رو میدن، از یک دولت مردمی و دولتی که پشتوانه اجتماعی داشته باشه از زمان مشروطه تا الان دفاع کرده باشن که هیچ زیر پاش خالی نشه. چرا همواره دارن پاسوگل به اقتدارگراها میدن؟ به این دقت کردی؟ سوال من همینه. توی ادبیات ما این مسئله رو زیاد میبینیم که به طور کل معمولا اون چیزی که ما بهش میگیم غرب، این نکته رو میگه که کشورهای در حال توسعه‌ای که شما میگی یا در مسیر توسعه‌ای که وجود دارن یا کشور توسعه نیافته و پیرامونی به توهم توطئه دچار میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا که همین کتابی که به حساب منتشر شد کار انگلیساست، یا مثلا اون سریال دایجان ناپلئون یا کتاب پزشکزاد دایجان ناپلئون، همش داره به این دامن میزنه. من سوالم همین بود که این جریانی که شما دارین ازش اسم میبرین در داخل کارشو چطور پیش میبره؟ از طریق چه گروهی این کارشو پیش میبره؟ خب ببینید، من همین رو خواستم بگم. اتفاقا به صورت کاملا منطقی نظام جهانی سرمایه توی کشور شما فقط میتونه تو کشور پیرامونی، همونجور که گفتم به ضد خودش تبدیل میشه، علاوه سیاسی با گروه‌های اقتدارگرا کار بکنه و از لحاظ اقتصادی با یک طبقه کوچک رانتخور که اسمشو خودشون میذارن لوکال بوی. چرا بهش میگن لوکال بوی؟ این واژه از دوره استعمار در میاد. یه سری از وقتی اینا مثلا یه کشوری رو مستعمره میکردن و مشغول غارتش بودن،
یه سری از افراد محلی همون کشور به صورت منطقی، به صورت چیز خب با اینا همکاری میکردن و این تنها گروهایی که انتفاع میبردن از حضور نظام جهانی سرمایه تو کشور، از حضور استعمارگرا تو کشورشون، همین اقلیت کوچکی بودن که با استعمارگرا همکاری میکردن و خدمت شما عرض کنم که منافع میبردن، نه مردم مثلا کلیت مردم اون کشور. در نتیجه اینا به لوکال بوی معروف بودن، یه مفهومی که خود استعمارگرا ساختن. حالا من همینو میخوام بگم، اون گروه هایی که شما تو تاریخ ایران نگاه کنید، چه تو قاجار چه تو زمان پهلوی دقت بکنین، میبینید یه گروه اقلیتی وجود دارن که اینا انحصارهای تجارت با دنیای صنعتی رو به عهده دارن، غالبا هم واردات کالاهای صنعتی، صادرات مواد خام. این گروه اقلیت گروه‌هایی هستن که همواره از این که وضعیت اقتصادی به این صورت بمونه و این رابطه که به ضرر کلیت جامعه است، این رابطه همواره حفظ بمونه، اینا همیشه با نظام جهانی در یک تعامل بسیار نزدیک و اوکی هستند. خب اینا یه گروه اقلیتن. گروه اقلیت برای حکومت به شما، برای نگه داشتن منافع خودش، همواره باید حالت به حکومت سیاسی استبدادی اتکا بکنه، نه حکومتی که اکثریت مردم پشتوانه نشن، چون همواره اون حکومت ممکنه که منافع اقتصادی اونها رو برهم بزنه به نفع اکثریت اون جامعه که دارن استثمار میشن. بنابراین دو تا گروه همیشه هستن که با نظام جهانی، شما چه تو زمان قاجار میبینید چه تو زمان پهلوی، دو تا گروه هستن که بیشترین ارتباط دارن. یک طبقه حکام سیاسی، یعنی اون حکومت سیاسی اقتدارگرا و دیکتاتور که بهترین رابطه رو تو زمان قاجار می‌بینید، بهترین رابطه با روسیه و انگلستان، و تو زمان پهلوی می‌بینید بهترین رابطه با آمریکا به عنوان، خب بعد از جنگ جهانی دوم می‌دونید آمریکا جانشین انگلستان شد به عنوان هژمون اول مرکز نظام جهانی سرمایه، با خاطر اینکه اروپا آسیب بسیار زیادی دید تو جنگ جهانی و آمریکا تقریبا از این آسیب بیرون موند، به اضافه اینکه منابع طبیعی بسیار گسترده‌ای هم داشت، تونست به این هژمون دست پیدا بکنه. می‌بینید که دولت، حکومت اقتدارگرا و حکومت دیکتاتور بهترین رابطه رو چه زمان قاجار چه زمان پهلوی با اینا دارن، برخلاف قاطبه مردم، بخش روشنفکری، طبقه متوسط شهری که چه زمان قاجار از روس و انگلیس، حالا خیلی معروف روس پرتلبیس، روس کثیف و انگلیس پرتلبیس و اینا رو زیاد میشنوی تو ادبیات اون زمان، و تو دوره پهلوی هم همینجور. یعنی نفرتی که از امریکا به وجود اومده بود، یکی از دلایل اونش این که حمایت میکرد از این اقلیت مستقر دیکتاتوری که یه گروه راندخور واردات چی و صادرات چی هم کاملا لحاظ اقتصادی ازش حمایت میکردن و منافع اصلی تجارت جهانی رو اونا میبردن تا قاطبه مردم کشور ما. فکر میکنید 70 سال بعد از کودتا اون گروه هایی که هنوز نزدیکن به اتوریته قدرت اقتصادی هنوز ارتباط به همین شکل با اون نظام؟ من فکر میکنم که 70 سال بعد از کودتا، خصوصا بعد از انقلاب و اون ایدئولوژی که تو انقلاب حاکم شده، حالا به وجود اومد، حالا سر بحث استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، خب اینی که حداقل میتونیم بگیم دست نظام جهانی از اقتصاد و حوزه سیاست شما خیلی کوتاه شد، اما اندیشه‌ای که هنوز فکر میکنه ما برای پیشرفت و توسعه باید کامل بدون شرط، ببینید من نمیگم شما با غرب ارتباط نداشته باشی، وارد نظام بازار اقتصاد جهانی نشی، این اصلا امکان پذیر نیست، باید بشی، اما مشروطه، کاندیشناله. یعنی حتما باید یک اقتصاد ملی قوی داشته باشه که اتفاقا برخلاف شعارهایی که میدن هیچکی منکری نیست که خصوصی سازی مسلما یکی از راههای توسعه اقتصادی، اما خصوصی کردن تمام منابع کشور شما و گرفتن دست دولت از اقتصاد، این منطق پیشرفت تو کشور جهان مرکزه، با اون مکانیزمی که به شما گفتم، یعنی با یک اقتصاد قوی که غارت نشده و انباش سرمایه به سمتشه، نه یک کشور پیرامونی که اقتصادش در مقابل هیولای اقتصاد جهان اول آنچنان نحیفه
که قابلیت اینه که حتی اگه شرکت خصوصی سازی، این شرکت خصوصی قابلیت اینه که بتونه رقابت بکنه تو بازار جهانی رو نداره و نابود میشه. یعنی اینا همش شعاره، این شعار زدگیه. یعنی برخلاف صحبت هایی که بعضی از همین دوستان میکنن راجع به این که آقا اقتصاد ملی اینا شعاره، اتفاقا خصوصی سازی تو کشورهای پیرامونی و قطعیت دولت از اقتصاد به صورت گستره این شعاره. تمام بحثش اینه آقا دنبال همون بهشت گم شده دوره قاجار و پهلوی به عنوان خصوصی کردن منابع ملی رانتی کردن منابع ملی با شعار خصوصی سازی. اینی که ما بیایم نحوه توسعه غرب با این تاریخی که گفتم، با این زیربند اقتصادی رو که این تاریخ نه دیگه تکرار میشه، نه موقعیتش به وجود میاد، با یک کشور پیرامونی که 200 سال حداقل به شدت تحت تاثیر خروج سرمایه است، استثمار ارزش اضافیه، بخواد با این مقایسه کنی، اون راهی که اونا رفتن واسه اینا نسخه بپیشی، اینا شعار زدگیه. اینه که شعاره. اتفاقا خصوصی سازی باید باشه، اما این که شما بخوای منابع ملی دولت رو از اقتصاد دستشو کوتاه بکنی، هیچ جز این نیست که یک گوسفند حاضر و آماده رو بندازی جلوی 10 تا گرگ درنده که هیچ ازش باقی نمونه. ما تو دوره قاجار و تو دوره پهلوی مدل نسخه پیچی دوستانه داشتیم، اقتصاد باز بود، دولت هیچ تاثیر. من تو دیدم تو بعضی از این مناظرات میگن نفت و ملی نکرد، دولتی کرد. خب می‌خواست نفت خصوصی کنه، اون وقت کدوم شرکت خصوصی بود که میتونست بیاد شرکت نفت مثلا ایران رو سرمایه گذاری کنه بخره داخل ایران؟ نه، منظورش اینه که آقا همون دسته خدمت شما استعمار بریتانیا بمونه، حالا این وسط یه گروهی به نام شرکت خصوصی بیاد شریک اون بشه، خب یه اقلیتی یه پولی از اون بگیره به عنوان اینکه فقط اونا بتونن مصرفش بکنن، مثل شرکت نفت ایران بختیاری که تو دل شرکت نفت ایران انگلیس درست شده بود، یه گروه محدودی بیان بتونن از این استفاده بکنن. تمام هدف بحثشون اینه. وگرنه مگه امکان داشت اون زمان مثلا مصدق نفت خصوصی میکرد؟ شرکت ملی نفت یا ملی کردن صنعت نفت به خاطر این بود که هیچ قدرت اقتصادی بجز یک دولت ملی قابلیت اینی که بتونه اون رو کنترل بکنه نداشت. اصلا همچین سرمایه‌ای تو کشور استثمار زده ایران از 200 سال بعد قبل وجود نداشت که بتونه کار کنه. زمان قاجار همین نسخه‌ای که دوستان میپیشن اقتصاد دوره قاجار، اقتصاد دوره قاجار چه شکلی بود؟ همینجوری خصوصی. یه عده کوچکی شما میبینید مثل خدمت شما امین الضرب و اینا که تقلب میکردن تو پول ضرب پول ملی و فلان اینا. بعد جالبه وقتی دستگیر میشه دولت فرانسه میاد پشتیش در میاد که آقا این اصلا شما حق ندارید این برخورد کنید، چرا؟ چون تجارت کنید تو مارسی در اتفاق یه گروه کوچکی از زمیندارا و فئودال‌ها که اونم بابت تجاری شدن کشاورزی ایران شما میبینید، و یه گروه کوچکی از تجار گردن کلفتی که صرفاً دارن با نظام جهانی کار میکنن. به خدمت شما عرض کنم که اقتصادم کاملا بازه، دروازه ایران کاملا باز با تجارت جهانی، اقتصاد جهانی، دولت هم که هیچ ید قدرتی نداره. نتیجهش کاملا تو تاریخ قاجار مشخصه سر مردم داره چه بلایی میاد، اکثریت مردم تو چه وضعیت نکبت اقتصادی قرار دارن. ارزش پول ملی یک ریز داره نزول میکنه، یک ریز وضعیت فقر داره بدتر میشه. شما اصلا قابلیت مقایسه دوره دوم دوره ناصری، یعنی زمانی که نظام جهانی سرمایه قشنگ مسلط میشه به اقتصاد ایران، با دوره قبلش ندارین. شما دوره فتحعلی‌شاه ارزش پول ایران از پوند استرلینگ بالاتره. چه اتفاقی میفته که این نزول اقتصادی مرتب؟ خروج سرمایه است. همین دروازه‌های بازی که دوستان میگن، همین خصوصی سازیایی که به قول خودشون دارن تبلیغ میکنن که همه چی دست شرکت‌های خصوصی، چجوری می‌خواید تو اقتصاد جهانی کدوم شرکت خصوصی قابلیت اینو داره؟ سرمایه اینو تو این کشور بلا زده داشت، چه زمان قاجار چه زمان پهلوی، که بتون با اقتصاد جهانی رقابت بکنه. اینا شعار اتفاقا. برگردیم چون نمیخوایم بحث رو همش اقتصادی بکنیم به دولت دکتر مصدق. تقریبا از اسفند 31 منازعات بین دولت و حالا حکومت وقت یا به نوعی پادشاه خیلی پررنگ تر شد. با این نگاهی که شما در مورد دولت ملی دارین، در مورد استقلال دارین، در اون پایه‌ای که اقتصاد ملی داره و پایه اجتماعی که دولت مصدق داشته، فکر میکنید
اتفاقات بعد از اسفند 31 تا کودتا چقدر تأثیر داشت در این که بتونه سرعت بده به اون نظام جهانی سرمایه که بتونه به اون اقدام کودتا دست پیدا کنه. البته من راجع به کودتا اینو بگم که دولت بریتانیا از همون اولم دنبال ساقط کردن دکتر مصدق بود. یعنی قبل از اون پیشنهادات، حالا پیشنهاد ترومن چرچیل، پیشنهاد بانک جهانی و فلان، اسنادش مشخصا هست که دولت بریتانیا دنبال ساقط کردن دولت دکتر مصدق بود. یه دلیل، حالا فراتر از مسائل اقتصادی، اینه که یه دلیل سیاسی عمده هم داشت، اینه که یه کشور پیرامونی، یه کشور جهان سومی دم از ملی کردن صنعت نفتش و منابع ملیش اینا داره میزنه، غلط اضافی داره میکنه. این ممکنه بشه چی؟ بشه الگو واسه بقیه کشوری که شد. شما میبینین توی مصر جمال عبدالناصر داستان ملی کردن کانال سوئز و اون بلایی که سر اون یعنی شد، گفتن اینو باید بکنیم چی؟ جوری تنبیه بکنیم ایران رو، مردم ایران رو، که درس عبرتی باشه واسه بقیه. یعنی انگلستان از همون اولش هم دنبال توافق نبود. منتها یه دولت جدیدی داره هژمون پیدا میکنه تو نظام جهانی سرمایه. ببینید بین همون کشورهای جهان اولم رقابت بین که کدوم ابرقدرت باشه، کدوم هژمون اول باشه و کجا مرکز انباشت سرمایه نظام جهانی باشه، به قولی پولها از اونجا کلر بشه، وجود داشت. خب انگلستان به شدت آسیب خورده بود تو جنگ جهانی دوم. الان آمریکا داره رو میاد، پیروز جنگ جهانی، خسارت بسیار ناچیزی دیده، الان وارد شده. بعد شرکت‌های نفتی بزرگش وارد خاورمیانه شدن و شما می‌بینید دارن توی عراق، توی عربستان اینو 50-50 می‌بندن. اصلا این بحثی که شروع شد سر ملی کردن صنعت نفت کجا شروع شد؟ آقا دیدن آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها دیدن آمریکایی‌ها دارن 50-50 می‌بندن، آرامکو، نمیدونم عراق و کویت و اینا دارن 50-50. اون وقت هنوز انگلستان حاضر نیست 20% هم به ایران بده. خب سر این اصلا داستان، یعنی اگه 50-50 انجام میشد، یعنی اون چیزی که حاج علی رزمارا دنبالش بود، حالا داستانش مفصل دنبالش بود، انجام میشه، اصلا بحث ملی شدن صنعت نفت به وجود نمی اومد. اصلا بحث ملی شدن اصلا نخواست 50-50 کنه، مقدمات ترور حاج علی رزمارا رو فراهم کرد. یعنی همون جوری که شما میبینید از زمانی که ایرانی‌ها دنبال اینن که حکومت تو دوره رضا شاه، امثال تیمورتاش داور، اینا دنبال این بودن که پای آمریکا رو به اقتصاد ایران باز بکنن، یعنی دنبال یه موازنه مثبت بودن. حالا من خودم خیلی اعتقادی به این داستان ندارم، ولی میگم از اون وضعیتی که انگلستان، انحصاری که انگلستان بعد از اینکه روسیه هم خارج شد بعد از انقلاب بولشویکی از اقتصاد، انگلستان بی‌رقیب شد. یعنی این نفوذی که تو عرصه اقتصادیش به عرصه سیاسی هم اومد. حالا یه عده‌ای اومدن دارن چیکار میکنن؟ تو دوره پهلوی اول برخلاف خود شاه پهلوی، آدمای ملی ان دنبال اینن که نفت ایران حداقل شرکت آمریکایی هم سهیم بکنن. شما میبینید شرکت سینگلر میاد، اینا میاد، خب زمان تیمورتاش، داور، اینا رو میبینید، اینا چی میشه؟ این کشته میشه به خاطر پای آمریکایی. انگلستان نمیخواست پای، هنوزم که هنوز نفت شمال احسا نشد، آقا نمیخواست پای هیچ قدرت دیگه به ایران باز بشه به هیچ عنوان. تازه اونا متعرض نفت جنوب نبودن، همسال تیمورتاش داوری نمیگفتن نفت جنوب از دست انگلستان، میگفتن آقا الان نفت شمال حداقل یه شکلی انحصار شکسته بشه. انگلستان اجازه نمیداد. و جالب اینجاست که مصدق متعرض نفت جنوب شد. اینی که مصدق بین این افراد ملی بزرگ شده به خاطر اینه، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه اون انحصارش متعرض نفت جنوب شد، گفت اصلا شما بر اساس حتی قرارداد دارسی هم عمل نکردین، محکومشون کرد. خب یعنی حتی بر اساس اون قرارداد غارتی که خودتون نوشتین عمل نکردین. و این داستانی که خدمت شما عرض کردم که شما سوال کردین دقیقاً همینه. یعنی انگلستان اصلا نمیخواست، نه 50-50 رو میخواست که نه هیچ، فقط هم میخواست ایران تنبیه کنه. از اول دنبال ساقط کردن دکتر مصدق بود. ولی حالا یه رقیبی داشت به نام آمریکا اومده، از اینم میترسه که آقا ایران نره پشت پرده آهنین. حاج علی رزمارا همین حقه رو داشت میزد دیگه، داشت به آمریکایی‌ها میگفت آقا بابت این نفتی که از ما دارن غارت میکنن ایران داره میره پشت پرده آهنین. چند تا از این اعضای حزب توده هم که توی زندان بودن، خودش یه زمان رئیس ارتش بود دیگه، آزاد کرده بود، فراری داده بود که مثلا این
اندیشه رو جا بندازه بین آمریکایی‌ها که فشار بیارن به انگلستان که حداقل 50-50 رو قبول بکنه. آمریکا به این راحتی حاضر نبود که بیا تو کودتا شریک بشه، چون میگه آقا انگلستان استعمار پیره، میره بیرون همشو خودم میچاپم. با هر توده وارد. آره اصلا واسه چی مثلا انگلستان شریک باشه؟ همین حقه‌ای که آجندی رزمارا میخواست بزنه آمریکا رو بیاره داخل، فشار بیاره به انگلستان زد به آمریکا، گفت ایران داره میره پشت پرده آهنین اگه مصدق باقی بمونه. این شد که آمریکا مجاب شد به کودتا کردن، یعنی همکاری تو این کودتا. البته مجاب شدنش هم اینجوری که به نظر من بر اساس اون اسنادی که آمریکایی‌ها خودشون هم منتشر کردن، آمریکا اینجوری نبود که مثلا بشینه نگاه بکنه یا گول انگلستان رو بخوره. اتفاقا تیمای تحقیقی بسیار چیزی هم داشت، یعنی تیمای تحقیقی امنیتیش گزارش میدادن بهش. تا قبل از کودتا گزارش‌های این تیمای تحقیقاتی این بود که اصلا حزب توده هیچ خطری نداره. شما تو تاریخ هم میتونین ببینین که 2 تا انقلاب شد، جنبش شد، فلان شد، چپ‌ها و توده به هیچ جا نرسیدن، پایگاه اجتماعی خاصی نداشتن. اون بزرگ نمایی که انگلستان کرد که آمریکا رو بکشه تو کودتا، الان یه سری از دوستان میگن اگه دولت دکتر مصدق میمون با اون افتضاحی که مثلا داشت رو اقتصاد میزد، تحریم‌هایی که انجام شد، مملکت میرفت زیر یوغ حزب توده. چه حزب توده و چپ‌ها و کمونیست‌ها تو تمام این تحولات جامعه ما تونستن جایی رو قدرت بگیرن. خب چرا اگه اینقدر حزب توده و اینقدر چپ‌ها قوی بودن، چرا بعد از انقلاب نتونستن کاری بکنن؟ چرا تو همون جنبش ملی شورای نفت هیچ جایگاهی پیدا نکردن؟ چرا تو داستان مشروطه افکارشون به محاق رفت؟ ببین شما یه داستان بودیت حقه‌ای رو که زدن، همون حقه رو هنوز دارن تکرار میکنن طرفدارای خدمت شما عرض کنم کودتا، هنوز دارن حقه رو تکرار میکنن. ببین حقه فاش شده تو تاریخ. حزب توده هیچ جایگاهی نداشت تو اون نامه ها، تو اون جنبندی هم به خود CIA امریکایی مامورای امریکایی گفته بودن که حزب توده هیچ ادعای هیچ جایگاهی نداره که بتونه کشور رو بگیره. چی باعث شد که دولت امریکا با وجود این گزارشات وارد جریان کودتا بشه؟ هیچ. رئیس CIA برادران دالس از شرکای شرکت نفت ایران انگلیس بود، به همین راحتی. به نوعی سهامدار شرکت نفت ایران انگلیس بودن و این باعث شد که برخلاف تمام این گزارش ها دولت آیزنهاور را راضی کنن به این که ایران داره میره پشت پرده آهن و اگه کودتا نکنیم و دولت ملی دکتر مصدق رو نندازه. اتفاقا دولت مصدق میدونست خب بله امریکا از همون منطقه، همون مکانیزم استفاده میکنه، ولی چاره ای نداشت. اتفاقا کاملا هوشمندانه داشت از 2 تا قدرت، این چیزی که فقط از یه دولت ملی برمیاد، از تعارض بین دول استعماری استفاده بکنه برای اینکه بتونه کشور شما رو از بره در بیاره. اتفاقا دولت مصدق داشت این کارو میکرد. ولی خب میگم این داستان باعث شد که حالا اون عوامل داخلی چه تأثیری داشتن. دقیقاً زمانی که دیگه امریکا به این نتیجه رسیده بود که باید کودتا انجام بده، خب انگلستان که از قبل گفتم نفوذ داشت، شما میبینید کیان درباره روحانیتیه که تفسیرش از دین مثل تفسیر آخوند خراسانی و تفسیر عبدالله مازندرانی و تفسیر آیت الله نائینی و تفسیر اینا نیست. مردم رو مولاه میدونه، همون جور که نظام استبدادی مردم رو رعیت میدونه، اینا مردم مولاه میدونه. دولت ملی دولتیه که توسعه رو با همکاری مردم و نهادهای مردمی پیش میبره. ولی ایدئولوژی هایی که مثلا خدمت شما عرض کنم حکومت استبدادی داره یا روحانیتی داره که تفسیرش از مردم عوام کل انعامه، میگه آقا من به جای تو فکر میکنم، من به جای تو خدمت شما عرض کنم برنامه میریزم و من جلو، تو فقط نظاره‌گری و دعاگویی، هیچ دیگه نیستی. اون روحانیتی که شما میبینید هیچی از اسلام نمیفهمید جز اینه که مشروب خونه رو ببند، نمیدونم کاباره رو ببند. نواب صفوی چی میخواست از دکتر مصدق؟ این چیزا رو میخواست دیگه. فهم این آدم از اسلام این بود. معلومه دشمن دکتر مصدق این کارا نمی‌کنه. حجاب اجباری بود، بهایی‌ها رو بزنو. هیچ وقت دولت ملی هم چه کاری نمیکنه. اون آقایی هم که اول
تو این داستان بود، فکر از این کلاه، از این نمد کلاهی واسش در میاد و فردا همه کاره. یعنی شما خیلی از این کسایی که از جبهه ملی اومدن بیرون، بعد به قول شما از اسفند تا چیز همکار کودتاچیا شدن، مثل مظفر بقایی و کاشانی، اینا نگاه کنید، اینا فکر کنم مصدق پیرمردیه. محمد رضا پهلوی رو تضعیف میکنه، ما بغلش میایم بالا میشیم همه کاره. بعد دیدن نه، ایشون خودش داره همه کاره تمشک میکنه، دشمنش شدن به همین راحتی. جنگ قدرت. اشتباه مصدق چی بود؟ ببین اگه بگم که به نظر من مصدق هیچ اشتباهی نداشت، خیلی طرفدار دکتر مصدق جلوه میکنه. خیلی یه اشتباه داشت. بزرگترین اشتباهش این بود که فکر کرد توی کشور جهان سوم، توی کشور پیرامونی با این همه دشمن میتونه با رواداری و مذاکره کار دولت ملی رو پیش ببره. اگه از همون اول، از همون زمانی که دست کودتاگرا رو شد، کودتا شکست خورد، تو دهن کودتاگرا میزد، با مشت محکم باشون روبرو میشد، این بلایات نه سر خودش میان نه سر ایران. البته من اینو یه جای دیگه هم گفتم، یکی از اساتید حرف جالبی زد، گفت اگه مصدق این کارو میکرد دیگه مصدق نبود. من تو کارنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 28 ماه دولت درخشان دکتر مصدق چیزی به نام اشتباه نمیدم. چرا؟ چون خرد جمعی حاکم بود، چون مردم و خواست مردم پشتوانه دولت دکتر مصدق بود. یه چیزی واسه بگم جالب، شاید سینا جان شما، اما از همون زمانی که نظام جهانی سرمایه وارد اقتصاد کشور ما شد، یعنی از دوره ناصرالدین شاه، دهه سوم حکومت ناصرالدین شاه تا همین انقلاب اسلامی، هیچ دوره تراز تجاری شما موازنه نبود، همواره منفی بود. مثبت که به جای خود، همواره منفی بود. یعنی اینی که همواره دولت‌های شما دچار کسری بودجه بود. حالا یک زمانی نفت، حالا تو دهه 50 خب درآمد کلان رسید به ایران از نفت و فلان اینا، کسری بودجه جبران شد، اما موازنه تجاری همواره باز منفی موند. یعنی با نفت جبران میشد، یه جوری که دیگه تو سال 56 هم نفت هم نمیتونست موازنهش کنه، به خاطر همون مکانیزمی که گفتم، سرمایه میرفت بیرون. ولی دوره دکتر 28 ماه دکتر مصدق تنها دوره تاریخ معاصر شماست که شما با تحریم که نفت هم نمیتونست بفروشه، تراز تجاری شما مثبت. تا زمان انقلاب 57 دارم میگم، دوره بود. شما به برنامه‌های توسعه‌ای آقای دکتر مصدق و دولت ایشون نگاه بکنی. من حالا بیشتر بحث اقتصادی کردم، ولی شما برنامه‌ها و اختیارات لوایحی که ایشون دنبال این بود که اجرایش بکنه نگاه بکنه، با مقوله با آنچه که امروز به عنوان توسعه پایدار، المان‌های توسعه پایدار ازش صحبت میشه برای تمام اندیشمندان حوزه توسعه‌ای، به عنوان توسعه پایدار ازش صحبت میشه، یه قیاس بکنید ببینید چقدر با اون المان‌ها هماهنگی داره و بعد قیاس بکنید ببینید کدوم دولت توی تاریخ معاصر شما همچین کارنامه درخشانی توی سرش بود. شبیه ترین دولت به دولت دکتر مصدق توی حداقل این 150 سال نگشت. اگه من بخوام مقایسه بکنم، البته شاید نشه مقایسه کرد، زمینه و زمانه خیلی متفاوته، ولی من شاید بتونم بگم دولت آقای محمد خاتمی. چرا؟ دولت اصلاحات. به خاطر اینکه همانند دولت دکتر مصدق مردم بودن و نهادهای مردمی بودن که با دولت بیشترین همکاری، یعنی فضای ایجاد کنه بیشترین همکاری رو با دولت برای رفتن به سمت توسعه پایدار انجام بدن. به خاطر همین آمار، با اینکه مثلا دولت آقای خاتمی ادعایی بر باب مثلا اقتصادی و ساختار اقتصادی نداشت، شما می‌بینید بهترین کارنامه اقتصادی رو تو دولت‌های بعد از انقلاب، دولت آقای علاوه توسعه اقتصادی، میگم با رشد اقتصادی مقدار هرچند علاوه رشد اقتصادی هم خیلی، ولی توسعه اقتصادی یعنی که شما تو بحث توزیع ثروت هم کارنامه موفقی داشته باشی و شما می‌بینید تو بدترین یعنی سختگیرانه ترین
سنجش هایی که انجام میشه، شما تو زمانی که دولت خاتمی تحویل داد دولت رو، بین 9 تا 13% مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردن. تو تاریخ ایران بی سابقه است، تو تاریخ معاصر ایران. و علاوه بر اون اشتیاقی که از مردم، یعنی شما تو عرصه فرهنگ، تو عرصه روابط بین الملل نگاه کنید، ببینید وقتی پشتوانه مردمی پشت یک دولتی باشه و بعد دشمنان دولت خاتمی رو هم شما نگاه بکنید، یعنی از غرب که ایران گذاشت تو محور شرارت، یعنی دقیقاً زیر پای یک دولت در تا حدودی ملی دیگر رو خالی کرد. من گفتم تو بین صحبت‌ها، شما اگه دقت بکنید می‌بینید از زمان مشروطه هر دولت مردمی رو کار اومده غربش ضربه زده. دقیقاً دوست اقتدارگراها، یعنی برخلاف آن چیزی که تو کشور خودشونه ها، دوست اقتدار. چرا؟ چون مکانیزم نظام جهانی سرمایه اینجوری اقتضا میکنه. خب شما می‌بینید دولت مشروطه اول و مشروطه دوم کی نابود کرد؟ روسیه و انگلستان. روسیه با الان من دیدم تو جبهه چپ جهانی میذارن آقا اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. ما وقتی از روسیه تزاری صحبت میکنیم، یعنی روسیه پوتین صحبت میکنیم، خودش یه نمادی از نظام جهانی سرمایه است. یعنی اون زمان دولت تزاری روسیه خودش یکی از کشورهایی بود که تو عرصه جزو کشورهایی بود تلاش میکرد جزو مرکز یک کشور امپریالیستی بود. این کشور به همراهی چراغ سبز انگلستان مشروطه رو نابود میکنه. بعد شما میبینید که تو مثلا خدمت شما عرض کنم جنبش ملی شدن سر نفت، شما میبینید باز کیا؟ آمریکا، انگلستان. تو داستان دولت اصلاحات یعنی کی داره زیر پای دولت اصلاحات خالی میکنه؟ همگام میشه با همون شعارهایی که با اقتدارگراهای داخلی، دشمنان داخلی دولت اصلاحات داریم. میبینید کیه؟ کی گذاشته ایران تو محور شرارت؟ کی دوباره تحریما رو چیز کرد؟ برجام وقتی امضا میشه باز یه حالا یه دولتی میاد یه پشتوانه، یه مثلا مردم به این چیزا دقت کردن یا دقت میکنیم بهش؟ دقیقاً کی زیر برجام و پای برجام خالی کرد؟ تو زمین اقتدارگراها بازی کرد. واسه همینه میگم یکی از اصلی ترین و بزرگترین دشمنان تشکیل دولت ملی و ایجاد توسعه پایدار تو ایران نظام جهانی سرمایه است، چیزی که ما امروز به نام غرب میشناسیم. ما باید روابطمون رو با این باید غرب رو بشناسیم، بدونیم همه آن چیزی که داریم میبینیمش اون جلوه های زیبای مدرنیسته توش نیست. چرا غرب اینقدر محبوبه تو بین به خاطر پیشرفت، به خاطر تکنولوژی، به خاطر قدرت، به خاطر دستاوردهایی که داشته. ولی مردم ما نمیدونن، شاید خیلی از ما نمیدونیم پایه این دستاوردها رو منجلاب و خونه. اگه این زاویه غرب رو بشناسیم، فقط انگار من واسه شما یه ساختمونی رو مثال بزنم، بگم سینا جان بیا یه ساختمون 5 طبقه رو من واسه توصیف کنم، من میتونم از طبقه 5م واسه توصیف کنم، توصیف غلطی نیست. از طبقه 4 و 5م توصیف کنم، بازم توصیف غلطی نیست. ولی همه ماجرا نیست. اون زمانی شما یه برداشت کامل از این ساختمون خواهی گرفت و متوجه میشی با چه چیزی روبرویی و چجوری باید برنامه‌ریزی کنی واسه زندگی تو اون که از زیر زمینش بهت نشون بدن. زیر زمینش رو ما جلوه های ظاهری تمدن غرب رو میبینیم، ولی اینه که این کاخ درخشان رو 4 قرن بردهداری، استعمار، استثمار، آدمکشی، غارت، که واقعا یکی از قربانیاش همین کشور خودمونه. یعنی حجم غارتی که از کشور، ببین فقط همین بگم، فاصله بین اون سرمایه‌ای که از هند غارت شد از جنگ پلاسی تا انقلاب صنعتی، اون سرمایه‌ای که غارت شدش دقیقاً شما میتونید ببینید پایه‌گذار انقلاب صنعتی با انقلاب تکنولوژیک توی غرب بود. ما باید بشناسیم. ببین با این پدیده شما روبرویی، با زدنش، با فوش دادن بهش چی درست نمیشه. باید بشناسیمش، بدونیم که اگه قرار باشه با آغوش باز، بدون شناخت، بدون شرط و شروط، بدونیم که بدونیم چه پایه‌هایی رو باید قوی بکنیم و چطور میتونیم گفتمانی با غرب داشته باشیم یا رابطه‌ای داشته باشیم که حداقل بر اساس منافع مشترک باشه. تازه من نمیگم منافع مساوی، چون امکان پذیر نیست، قدرت عظیمیه، منافع مشترک باشه، ما هم منفعت ببریم. تا نشناسیمش، تا دولت ملی نداشته باشیم،
امکان پذیر نیست. همواره تو این بحران ها میمونیم. حالا وقت نشد من بگم چجوری این بحران اقتصادی که نظام جهانی سرمایه درست میکنه رو بحران های سیاسی شما تاثیر. چرا کشور شما 2 انقلاب رو تجربه میکنه عرض 150 سال، کمتر از 150 سال 2 تا انقلاب رو تجربه میکنه، هنوز دنبال انقلابه؟ چرا رابطه بین دولت و ملت هیچ وقت خوب نمیشه؟ یه دوره کوچولویی، ماه عسل کوچولویی وجود داره، بعد تموم میشه. دوباره اون انشقاق به وجود، همواره این بحران هست و بحران‌های اجتماعی که تعاقب اون وجود، فرماسیون اجتماعی کشور ما رو کاریکاتوری میکنه. اگه فرصت میشد راجع به اینا بحث میکنیم، ولی همین که ببینیم به نظر من تا زمانی که ما نخواهیم این موضوع رو دقیق درک بکنیم و راه مقابله، راه دفاعی پیدا بکنیم در مقابل این ماشین عظیم و قدرتمند غارت و چپاول دنیا، هیچ زمان خدمت شما عرض کنم نمیتونیم از این بحرانمون سر بیرون بیاریم. به خاطر اینکه حتی ما چندین بار به بحران‌های عوامل ضد توسعه داخلی پیروز شدن مردم ما، چند بار پیروز شدن. اونی که احیاش کرد اون عامل بیرونی است، یعنی همواره به دادش رسید، دوباره درش آورد. موضوعی